سال 74 1974 غفور رو اینجا آمده دادن دوشنبه بعد من هم همون سال اول شناسایی من بوده چند تا اکادمیک شلنکارا پیشان برده شناس کردن نه شما هم گفته ما تازه گفتید که من اولین نخستین و تقریز نویس این کتاب بودم یک تقریز در صدای شرق 3 جزوی چاپی چاپ کردم بعد 2 تقریز به روسی در مسکو که اونجا موضوع هایی بود که بایسته محاکمه کردم من گفتم من یک مفصل سنشینیم همه مسکو بید شما کجا نخوام شدید من گفتم مسکو هم نشد ما نزدیک بودست که بید یک روز رفتم پیش شما کن کتابشون رو برای در وای کن وای در آمده یک نیم ساعت صحبت کردم بعد کتاب گرفتم من به تقدیم کردم با ورزان ترسانو از اکادمیک غفور گفتن بعدش و ایرادوم گفته و کردن چه وای شدن هرشان پس شد جب اول وای بود و یا خسرتشان بود همته میشتین روی تو نگاه نمیکنن اون طرف نکره گام زدن اما نمیدونست که آدم دلشون بیاد که من پسند نکرد سانه گپای همشو گفته مثلا تاریخ پیدایشی زبان گفتم که دوملا شما زبان ما از ایران آمد پیشاپیشی اساطیر عرب گفتید این گپ زبان زاد شده دوره برتاد گفتم که من اونجا با وای نویسنده بودم و حاشیه نویسنده بودم و بین کارها فراموش شد این شاگردای و محضرها اعتبار ندادن بوده دادن من تازگیشی به اسلام کنم گفتن چون وقتی برآمده رفت زدن من تکی ضربه رفتم اینجا بیده گفتن من گفتم خدا زد این همون ایشی بیت کتم کتاب من بتید زرقه اینا گرفتم من اون تو کردانم با اکبر جان ترسون رو بجاش با من تو وای مانده پروفیسور نویسن آمدم یه دنبالا موالی داکتاره این مایه کردگیم نیه نیچه استراش نما و یا روشی کرده گپای وای باشد روشی رو مگذاشتم کلاشما سویدینو کاندیدات نауک на книге академиков рецензии не пишут. Не свободно. Профессор. Михаил, خلاصه گفت شخصیت اکادمی با جان غفورов یک وای به جلال اکرامی بودن که جلال خان اکرام خانشان به سال 74 غفورov آمدگنده غفورov چیز زده اینتلیگنس جمع کرده یک تا عاشق خودشون نظم کردن جلال خان اکرام یک تا عاشق دستی کرده غفورov ضیافت کرده sonra اونجا محمد جان شکریم کیم کی بوده که غفورov مراجعت کرده استاد گفتن من بعد شما یا ما پدر ملت تاجیک نویسیم همونطور که دستشان تو کرد پدری حقیقی ملت تاجیک استاد عینه گپ دیگه این مسئله نبردارتن همین داخل هم خاکساری هم حقیقت هم عدالت و هاکذا و این خراکتر غفورov
بسیار سختگیر بودن، لیکن عدالت و وای باشد حقیقت اینا طرف همان بودن. من همان حالی هم شکر تا مردنشون همه اپیزود هم گفتم که ما گفتیم که عدل ملت رد کردن. خلاص که این خاکساری علمی و شخصی و اجتماعی آیا میدونن و عالم که بعد از 10 سال یا 20 سال مدگره تازه پیدا میشن. این کتابا که بسیار جاهاش از تزریق ایدئولوژیا همه گپا گفتگی نی همون برقرار کردن موردش شود ما گفتن وای میگن که من همه نفوذ و اعتبار و منصب داشت و با سابقه تاریخی همه گپا گفتم و ترسیم مثال اما اینو حقیقت به نگاه کردن کار میکردن. خب با این مناسبت در انستیتوت شهرشناسی مسکو سالهای اولش بسیار بد بود. من یک از انستیتوت شهرشناسی خودمو عبدالله جان غفار گفتگی دکتر شونده بود و یا همون دکتره نویسن درباره اقبال. ثانی من همچون دیرکتور با دیرکتور و شهرشناسی مسکو اون وقت پریماکوف بود. همون و مکتوب من برده وای کرده این رفته مکتوب من قید کنندگی بعد و پریماکوف گفته که رفت شعبه ایدئولوژیا. یا یک خربته دیگر یک جاهل یا نکن خودش هم میگرم و همون پیشم با دیشان که برات تو دیده شو کس که درگوی گوشت çayxana Gafurova закрыта. Вы можете в ближайшем кафе утолить свою жажду. Она. آداب دوره شوروی گذار این دو تا سه تا خر آمده این شده که 20 سال غفور رو آباد کردن خیلی فکر دارم چایخانه انا هم خیلی وضعیت بود. افسانه یک دو کس خاطره نمیشت لیتوینسکی یکی خاطره نویسا یک دیگه با خاطره نویس بود دیاکنوف و آکاش ارخئولوگ بود در وی کار کرده در ترکستان و ارخئولوژی بردگی. این همون غفورov کتاب درجه که روسو ترجمه کننده سال 49 برآوردگی و همون آکاش همینجا بود ارخئولوگ. sonra وای تخریج نوشتگی تخریج نوشته منفی بعضی جاهاشا نادرست کده وای کرده غفورov و یا این جگرش به بسیار انسانگریشان زور بود. هیچ خصومت کینه و عداوت نداشتن به هیچ کس. حتی همون وای به دیاکنوف وای نکردن یکان کینه نکردن میتونستن اکار پیش کنن مثال و همون اوکاش با حرمت همون اکاش غفور وای به مسکو با دیرکتور شده آمدگیشنده وای کرده وای اکاش وای مای میدونن این هم بیان مهر برگیز کده وای خودش همون نزدیک کرده. همین وقت کنگرس 24 جهانی شخصشناسان جمع شد مسکو. همین غفورov رئیس آرکمیته بودن و اوکوی همونه و همون اینسید با کار میکن خودشون با کاتب علمی کردن. سانه و یکتا کنیگ وصفه منان یک کتاب نویس همه همون
آدمای نغز نمیدیدگیشا تنقید کرده مسخره کرده مثلا غفورов نکن ولی بسیار نیکی کردگی تو غفورov آمدن 3 بار دیزرتاسی دکتری پیشنهاد کرده رد شده از طرف شورای علم انستیتوت ثانی همون اکادمیکی که کاتگوریکس که بقال خودشان زید برآمدگی پیشم چیزدگی گفته که надо помочь этому парню пусть защитится а по его специальности у нас нет языковедов گفتم گفتم Бабажан Гафарович, вы предысторию не знаете. И не знаете, кто он такой. Он никого не признает. И больше того, а я там кучу фактических ошибок нашел. Я не подпишу. Мы тахлиза, мы когда не можем. Санину Гаврил Петрович, вы можете это сделать ради меня? академик خودشان در زبان حکم کرده که کنه انا من پدرنات خواهی کرده غفور و کتابش رو مسخره کرده مسخره که جو سال میشه حج برافتگی 2076 همین قصه ساخته است این گفته است دور مردنش نزدیک شد این که مسلمان بود یک تا وی فرموده وی رکن اسلامی اجرا نکردگی همین اجرا کنم گفته سکه رفت سکه فریب کرد نموگد که فریب کرد و موگد که در آمده گفت که همه عربستان سعودی بسیار مقام و آبرو پیدا کرده است کشورهای مسلمان شرق با انستیتوت ما یگان راتبیته ندارد اگر خواهید من روم این به تخصص علمی حقیقتا آبهان گوید بوده جیران آقا میشه جای دیگه زور ثانی یکتا چطور عربی زبان میدانستگی ها کوای کردم ترجمه کرده این بخ KGB بود نه باور نمیکنه ایش که غفور رو بیام یک تا KGB هم رو باید رو حالا از که همونجا خطی فسانده انا کن گویا که همه سکه رفته این هم خیلی درویگی کرده کمونیست یکم کتب کمونیست ها درو گفته فریب کرده اجازت گرفته حساب دولت اتئیستی شوروی کماندروکو گرفته رفته که به مقصدهای خودش غرضهای خودش همین روی راست نموگدو گپای پیچانده چربرانده آمده خلاصه شده یعنی درویا کمونیست درویا کذا گفته مسخره کرده زنی من همون میتود خودش کرده مسخره کرده تابانده لیتوینسکه کرده که باید از زبان خودش کرده زنه جمله نمیتونه این یک قصه بود من توجیهش به محرر اکادمی مختارو من گفتگوی مکالمه ناتمام که برای گزیته معارف و مدنیت یک سلسله وای نوشتم مقاله همون صحبت‌های مشخص غفورov که داشته که من جنبش کردم زمان یا گفتیم که اول گفتم گرفته که من غفورov دیده که چیه سانه من کلیداری وای با اکادمی دیدماندم من گفتم من نمیگم کن شما ای بو نمیکنم که در باره یک عضو اکادمی دوم عضو اکادمی این خیلی تون کته گپ زدن از روی آداب به اکادمی
یکی من اینجا با کارم نه. شما بگویید که چه میگه پا اسپورت میکنی که من حتی غفور رو ندیدم. من شما یکم بار درگاه شما ندیدم. این خیلی باشد من هم شما دیده گمده. گفتم من هم شما دیده گمده. این ارگومنت نکن. شما 24 ساعت همجا بودید من. گفتم ما که غفورов اول کابینت وای داشتن و وای دو تا در داشت. یک تا در مشترک و دهلیزک با آدم ها اونجا شده پایدن بشیست. دیگر درش اون طرف بود. پشت کده ایل کده می آمدن و کلید خودشان کده کشاده در آمده ایشتن. سانه باید چقدر زدن ایوان انتانویچ پاموشته کشونه. نو کتو تام چی بود نه باید دلجور میگه تا دادم. البته تا ایشا پدرجیات البته تا دوبار پسوی. اما منم گفتم که شما خطر واهن وایشون نشوند و همه پیشی همه درنده استید اونجا میدارم. سوری ما اونجا کلی میدارم ما بیا ملال کپامای گفته سوری من بلندم دا. خیلی خسلتی کن کار پرتیوی و کار کلام با پسا گشتگی وقتا وای میکردم احتیاط میکردم.